طول تقریبا یک ماه است که بحث گرانی نرخ اینترنت در تاجیکستان خیلی داغ است. روز 4 مارس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان قرار صادر کرد که بر اساس آن باید سر از 27 مارس نرخ 1 گیگابایت اینترنت در تاجیکستان نه کمتر از 50 سومانی فروخته شود. کاربران شبکه‌های اجتماعی در این باره نارضایتی زیاد کردند و یک مکتوب دسته‌جمعانه هم برای رئیس جمهور نوشتند تا این تصمیم بیکار کرده شود. ولی تاکنون از جانب حکومت تاجیکستان در این باره یگان واکنش جدی صدا نداده است. برای بحث بیشتر درباره این موضوع به استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه دعوت شدند پروین عباد و کارشناس ساحه مخابرات شاکر جان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان فرشتما گلووا، سرمحرر مجله الکترونی تیک بحرروش و یعقوب سعید روزنامه‌نگار تاجیک. نخست من میخواستم از خانم پروین عباد و سوال کنم که به نظر شما چرا با وجود نارضایتی زیاد حکومت و یا مقامات به مردم پاسخ دقیق ندادن که واکنش جدی نکردن که چرا ضرور است که باید نرخ اینترنت یک بار 2-3 برابر گران کرده شود؟ Мы, как специалисты в этой области и как граждане этой страны, мы сами были бы не прочь узнать ответ на этот вопрос. ما همچون یک متخصص و شهروند تاجیکستان خودمون هم میخواستیم جواب به این سوال رو پیدا کنیم. چیزی که حالا صورت گرفته است این است که طی 2 سال باز مشاهده می شود جای اون که نرخ اینترنت پایان تر رود و صفتش خوبتر شود، برعکس گران می شود و خدمات شرکت های موبیلی و پروایدرهای اینترنتی سوس می شود. سال تا سال معلوم می شود که وضعیت بدتر و بدتر شده ایستاده است. اگر شما در خاطر داشته باشید ما برای بنیاد نشدن مرکزی یگانه کمونیکاسیونی 10 سال مبارزه بردیم ولی عاقبت آن بنیاد شد. از همان چیزی نامعلوم برای ما متخصصان این است که تشبث بالا بردن نرخ از طرف مقامات انجام می شود که در اصل باید از بی اساس بالا رفتن نرخ ها و انحصار بازار جلوگیری کند. ما در این باره به خدمات ضد انحصاری، دادستانی کل، دستگاه اجرایی پرزیدنت و امبودسمن مکتوب کردیم ولی یگام جوابی مشخصی را دریافت نکردیم. تشکر زیاد. محترم شکرشان که نظر شما چی است؟ چرا حکومت به این واکنش های مردم به ناراضگی مردم پاسخ نمیدهد؟ چند دیگر همین گونه تصمیم گیری ها از جانب دولت یا مقامات وکالتدار مشخصی آن چون تحت تاثیر عکس العمل جامعه شهروندی طریق فضای اطلاعات قرار گرفتند باعثی از نو بررسی گردید و تا یک اندازه گذشت کنی ها به نظر می رسید. بنابراین این دفعه نیز نوابسته از آن که دولت به طور رسمی واکنش نشان نداد ولی سوبیکت های فضای اطلاعات جامعه شهروندی به طور عمومی در زمینه منفعت های عمومی عمل کردند و توانستند که افکار جمعیتی را به وجود آورند و در نتیجه عامل های بیرونی نیز در رابطه با این موضوع ابراز عقیده درست است. محترم یعقوب سعید نظر شما چی است در این رابطه؟ فکر من درباره اینکه چرا حکومت واکنش نمی‌کند این است که شاید صدای مردم، نظر مردم، موقع مردم رسانیده نشد. یعنی یک واکنش دست جمعی منسجم مردمی پدید ناومد و به می خاطر حکومت هم جدی نگرفت. اگر مثلی که در مورد طوری که دیگر آن ذکر کردم در مورد بالا بردن ارزش سیم کارت ها بود مردم به طور دست جمعی واکنش نشان دادن، اگر همین خیلی واکنش شود حتما حکومت هم تصمیمش عوض میکند. متاسفانه میز دعوت ما را برای اشتراک در این میز گرد نمایندگان مقامات دولتی از جمله خدمات ضد انحصاری و دیگر مقامات مربوطه قبول نکردند ولی مقامات تاجیک از جمله کمیته انداز خدمات ضد انحصاری میگویند با بالا بردن ارزش اینترنت میخواهند درآمد و یا انداز از شرکت های موبیلی به بودجه را زیاد کنند و حتی دلیل دارند که بالا بردن نرخ اینترنت برای سلامتی خود مردم ضرور است. چون ولی سوالی من حالا از کارشناسان برنامه این است که کدام وجه‌های آورده مقامات به فکر شما دلیل برای بالا بردن اینترنت بوده میتواند؟ خانم فرشتما گلووا میخواستم نظر شما رو بپرسم در این باره. نسبت به баланд бардоштани сатҳи умуман хизматрасонӣ ва баланд бардоштани нархномаи интернет ба фикри ман баръакси ҳола оварда мерасонад, чунки аз нуқтаи назари иқтисодӣ агар назар андозем ҳамон қадар нарх поён бошад ҳамон қадар корбар низ зиёд мешавад, вале мутаассифона на ҳар як корбар имконияти харидорӣ намудани то андозаи то $10 амрикоӣ гирем агар
пайвастшавӣ ба шабакаи байнулмилалиро дорад. Аз ҳамин лиҳоз шумораи корбарон ба фикри ман аз ба ҷои зиёдшавӣ баръакс кам мешавад ва ин на ин ки даромад, балки баръакс ба заифӣ буҷа меоварад. محترم یعقوب سید که مثلا در چند سال اخیر کمیته انداز برای اینکه بودجه پر شود شرکت‌ها را جریمه‌های خیلی هنگفت هم باز شرکت‌های موبیل رو منظورم و به نظر شما آیا با همین تصمیمی که حالا نرخ اینترنت بالا بردن آیا میتونن که شرکت‌ها با دولت اندازی بیشتر سپارن؟ البته مناسبت ناسالم است. این به چشم یک کسی که متخصص نیست و نازکی‌های اقتصاد هم که نفهمد این عیان است، آشکار است که مناسبت ناسالم است. مثلا ما جامعه ژورنالیستی تاجیکستان دسترسی نداریم که بودجه تاجیکستان از کجاها پر می شود. ما نمیدونیم که شرکت‌های بزرگ دیگه چقدر انداز می‌سپارند. چرا باید تمام انداز در دوش مردم باشد؟ به فکر شما خانم گلووا ترس از اینترنت و در تاجیکستان از جانب مقامات از کجا سرچشمه میگیرد و این بلند کردن نرخ آیا یک چیز با هم توأم است یا جداگانه؟ росте ки бастани сомонаҳо ва дар баробари ин баланд бардоштани нарх умуман ба бехатарии интернет ягон дахолате надорад, чунки бехатарии интернет худ як самти бузурге аст ки дар асл метавонад манбаъҳо ва умуман воситаҳои гуногун дошта бошад. дар баробари ин бехатарии интернет барои наврасон, барои ҷавонон, барои корбарони умум, вале муҳтавои нолозимро филтр кардан осон аст. ба мисоле ки дар қубур шумо метавонед як ҷумаки муайян пахш намоед ва ҳаракат ва суръати шабакаро ба мисоли об شما میتونید نظارت نمایید. ظاهرا ترس مقامات از اینترنت هم دلیل‌های خود را دارد، از جمله اینکه نزدیک 2000 شهروند تاجیکستان به گفته مقامات به واسطه اینترنت به گروه‌های ممنوع، گروه‌های تروریستی جلب شده به جنگ‌های خاورمیانه رفتند. به نظر شما محترم شاکر جان حکیموف هرچی کم تلاش برای آنکه مردم هرچی کمتر استفاده برن از اینترنت میتوند یک نوع پیش راه تبلیغ به خصوص مخالفان بگیرد که در بین مردم تاجیکستان یعنی تبلیغ‌های ضد حکومتی نبرند. در جامعه دموکراتی میان دولت، حکومت، ملت و جامعه تفاوت عمیق وجود دارد و هر یک شهروند میتواند و حق دارد که حکومت همچون جزئی دولت تنقید کند، ولی تنقید باید اساسناک باشد، اینچنین با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و غیره. دو، عامل‌ها شرط و سبب و انگیزه‌های مائل شدن شهروندان تاجیکستان وابسته به سن و سال به سازمان‌ها و حرکت‌های افراطی را معین باید نمود، نه اینکه دسترسی شهروندان را به تکنولوژی معاصر در زمان معاصر محدود کرد. محترم یعقوب سید به همین سوال می‌خواستم نظر شما را پرسم. هرچند که مقامات دولتی آشکارا در این باره صحبت نمی‌کنند که منظورشون از بالا بردن قیمت اینترنت، محدود کردن دسترسی مردم، محدود کردن آگاهی مردم است، ولی حد زده می شود که یک قسمی از تصمیم‌هاشان به همین سمت روانه شده است. در نهایت می تواند که در داخل تاجیکستان دسترسی به اینترنت کاهش شود، مردم از خبرهای از اطلاع الترناتیوی طوری استاد شاکر جان حکیموف گفتند محروم شود، ولی در خارج از تاجیکستان چه؟ یعنی در نهایت این تصمیمی راسیونالی به قول روسا تصمیم راسیونالی نیست، یعنی قیمت کردن اینترنت. نظر شما؟ بله، но к сожалению у нас очень много проблем. مشکل زیاد در آنجاست که مسئله را در ما نادرست شرح می‌دهند. وقتی ما دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های خبری را محدود می‌کنیم، این معنای آن را ندارد که آدمانی که می‌خواهند جنایت صادر کنند این کار را نمی‌کنند. من به اینترنت وارد نمی‌شوم و این به آن معنا نیست که من حکومت را تنقید نمی‌کنم. راه دیگری می‌یابم. مشکل در تکنیک نیست، اینترنت تنها یک تکنیک است. سال 1905 انقلاب سر زد، نه از آن خاطر که آنجا تلگراف بود و این را پهن کرد، بلکه وضعیت همین خیل بود. از این گونه وضعیت باید فرار کرد و نباید از آن ترسید که مردم تصمیم‌های حکومت را در اینترنت بررسی می‌کنند. что люди будут обсуждать действия правительства в интернете. آیا فکر میکنید که این بار حکومت صدای مردم را گوش میکند و این تصمیم یک بار بالا بردن نرخ اینترنت تغییر می‌یابد در کشور یا نه؟ فکر من این است که
در هر صورت شاید در روزهای نزدیک ما شاهد بالارسی ارزش اینترنت باشیم. وقتی که مردم در جسم خود احساس میکنن که دیگر توانی پرداخت اینترنت ندارن، بعد صدای مردم زیادتر میشد، شاید در قدم های بعدی از این تصمیمشان برگردن. ولی در هر صورت فکر من این است که انتظارات من این است که این دفعه قیمت اینترنت بالا میرد، بعد از چند روز بعد تصمیمشون رو بازنگری میکنن. به نظر شما از نقطه نظر تکنیکی قانونگذاری مقامات وکالتدار دولت حق مقرر نمودن نرخ رو ندارد، ولی نقطه نظری من همچون عالی مسلحت در آن است که طبیعت حقوقی سند مربوطه مقامات وکالتدار دولت اساس حقوقی ندارد، زیرا که طبق ترتیب مقرر گردیده در وزارت عدلیه قید نشد و زینه اولی مورد بحث باید در حکومت شود. اگر حکومت با یگان سبب از این موضوع خودداری کند، پس سود کنستیتوسیونی باید به موضوع دخالت کند، به استحصالاتش قبول کند و بهای حقوقی دهد. به نظر شما میشود همین چیز زیاد در دولت حقوق بنیاد که ماهیت دولت داری معاصر تاجیک چنین است، باید چنین باشد. اینجا یعقوب سعید گفتن که اشاره کردن که اگر صدای مردم واقعا رسد نرخ بالا نمیرد. به فکر شما یا صدای مردم میرسد؟ متاسفانه نه همه صدا بلند کرده ایستادن و عین زمان منم راستی گپ محتوای حاضره سگمنتی عمومی شبکه راستی گپ خیلی خودی مرا همچون کاربر در تعجب می آورد. حسود شاکرجان حکیموف، راه برون رفت از این بحران چی است؟ از بحرانی که حالا آمده است از نگاه قانونیش یا بدون به اینابت گرفتن قابلیت پرداخت شهروندان، واقعیت‌های اقتصادیات ملی و سطح رقابت و محیط سرمایه گذاری اینوستیسیونی، هر مقامی که نباشد نمیتواند تصمیم بگیرد که واقعیت‌های زندگی شهروندان تاجیکستان را خللدار بکند و از این خاطر نه تنها نرخ را نباید بلند کنند، بلکه صفت را نیز تامین کنند و جهت دسترسی به شبکه‌های اطلاعاتی و منبع‌های دیگری الटरनेटिव یگان مشکلات در وجود دارد. محترم یعقوب سعید، اینجا شاکرجان حکیم گفتن که تا حال صدای یعنی واکنشی از جانب جامعه واکنشی جدی صورت گرفت، اما شما گفتید که تا حال اگر واکنشی جدی صورت میگرفت حکومت از این تصمیم خود قفا میگشت. اینو چگونه شرح میدید؟ من در مقایسه با اون حالتی که در ماه آگوست بود اینو گفتم این گپ، یعنی در وقتی که حکومت یعنی خدمات علاقه تاجیکستان جمهوری تاجیکستان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که قیمت سیم کارت ها بالا میرود، اونجا یک واکنش مردمی شد یا واکنش سرتاسری شد. اما در مورد بالا بردن تصمیم بالا بردن قیمت اینترنت چنین واکنش نبود، چون که یک اگنتی یک نهادی برای مردم نه چندان شناس وقتی این تصمیم رو پیشنهاد کرد، مردم ندونستن که به کی مراجعت کنن. در اون زمان مخاطب انیق بود. من قبول دارم اراده یعقوب جان، فقط در رابطه با اون که شکل‌های دیگری اعتراض مردمی وجود دارد، مثل راهپیمایی، گرد همایی و غیره. اما چون بعد از حادثه‌های معلوم اراده سیاسی در این خصوص وجود ندارد و ترتیب بررسی نمودن و برگزار کردن آن نیز پیامدهای منفی از نقطه نظر دولت بنابر نبودن اراده سیاسی وجود دارد و همزمان کفالت امنیت اشتراکچیان آن نیست، مردم خودداری میکند، ولی این باعث سوء استفاده از جانب دولت نشد. و دوم، دفعه که زمانی که یعقوب اشاره کرد، این بی‌واسطه به هر یک شهروند دخل داشت و چون سیم کارت در هر کس دارد، ولی چیزی که این دفعه پیشنهاد کردن با استفاده از دیگر اصول و طریق سوبیکت های خدمت رسان دیرتر شهروندان پیامدهای منفی آن را احساس میکردند. بنابراین همین سازمان های اجتماعی مربوطه که اظهارات مشترک در زمینه منفعت های کارپوراتیو یا عمومی پخش کردند، عامل های خارجی نیز دستگیری کردند و وزارت عدلیه اخیراً نیز بهای حقوقی داد. این پدیده خوب است، یعنی این یک راهی است جهت تدریجاً رسیدن به هدف. بله خانم فرشته گل، و حالا شما نماینده جامعه شهروندی هستید، اینجا شما را یک طرف
خب میگن که تا حال واکنشی جدی نکردید و به همین خاطر تصمیمی بالا بردن نرخ اینترنت تا حال به تغییر است. شما چه جواب میدید؟ براستی با یعقوب جان 100% راضی هستم، چون که یک چند نمایندگان فعال شبکه‌ها در گروه‌های مخصوصی تاجیکی حتی حرکت کردند که امضاها جمع کنند، بیش از 300 نفر هم جمع نشد. یعنی این نشان داده چی است؟ نه همه هوسمند است که یعنی که سهم خود را گذارد. در آن شکلی که و حدی که امکانیت بود، سازمان‌های اجتماعی و فعالان جامعه شهروندی و به خصوص نشریه‌های مستقل هم در محل و هم در مرکز ابراز عقیده کردند و آنها بیشتر خصوصیت منفی داشتند. از این خاطر اگر مردم به تظاهرات و شکل‌های دیگر اعتراض مردمی دست نزدند، این مضمون آن را ندارد که با ماهیت و استراتژی این سند ملت راضی است. راستی گپ یگانه گفتنی در آن هستم که تو کدام مورد ما باید تو گفته های پرزیدنت رویم. برای چی ما باید فقط به حکومت، به مقامات اجرایی محلی و در برابر این به سرور کشور مراجعت نماییم که چاره اندیشه نسبت مقامات های پایانی. تشکر جان، من از اشتراک حرکت شما تشکر میکنم برای که وقت خود جدا کرده آمده در اینجای موضوع رو با ما بررسی کردیم. تشکر.